ایمان آوردن به ملائکه ها. بسم الله. و نؤمن بملائکة الله تعالی و انهم عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ایمان داریم به ملائکه الله سبحانه و تعالی، این که ملائکه ها بل عباد مکرمون، بلکه آنان فرشتگان، یعنی در نزد الله بندگان بسیار گرامی قدر هستند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. در سخن گفتن بر الله پیش دستی نمی کنند و به فرمان او کار می کنند. و ایمان آوردن به ملائکه ها حسب ترتیب حدیث جبرائیل علیه السلام که گفتند که الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته، ایمان این است که ایمان بیاوری به الله و ملائکه ها. رکن دوم به حساب می رود. ملائکه ها عالم غیب هستند. این در آنها اصل است که عالم غیب هستند. کسی آنها را نمی بیند. الله سبحانه و تعالی بر آنها یک قوت خیلی عظیمی داده است و بسیار با سرعت حرکت می کنند و در عبادت هرگز خسته نمی گردند. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، که شب و روز پروردگار را عبادت میکنند، تسبیح میکنند، ذکر میکنند پروردگار را و خسته نمیگردند. به این ملائکه ها ایمان می آوریم که این ملائکه ها عباد مکرمون، آنان فرشتگان در نزد الله بندگان گرامی قدر هستند. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. در سخن گفتن بر الله پیش دستی نمی کنند و به فرمان الله متعال کار می کنند. بسیار مکرم هستند. الله اینا را مورد اکرام خودش قرار داد. و همچنین چون که در قصه سوره ذریت قصه ابراهیم علیه السلام داخل می شوند خانه ابراهیم آنها را اکرام میکند. پس از جانب پروردگار و از جانب بندگان الله سبحانه و تعالی اینا مورد اکرام قرار گرفته شده هستند. به صورت بشریت به نزد ابراهیم علیه السلام آمد. الله سبحانه و تعالی آنها را از نور آفریده است و هرگز این ملائکه های گرامی قدر پیش دستی پروردگار نمی کنند، نه در قولش و در فعلشان، و با امر الله سبحانه و تعالی کار و فرمان روایی می کنند. حسب آن اوامری که الله سبحانه و تعالی بر اینها می دهد آن را اجرا می کنند. و الله سبحانه و تعالی این ملائکه ها را از نور آفریده است، چگونه که در حدیث که این حدیث را امام مسلم روایت می نمایند در باب زهد، انهم خلقوا من نور، این که ملائکه ها از نور آفریده شده هستند. پس سوال می شود که چگونه الله سبحانه و تعالی اینا را از نور خلق کرد که اینا جسم هستند اصلا؟ جواب بر این با دو وجه. اول، بیشتری از مردم بر این اعتقاد هستند که چیست؟ نور جسم هم شده می تواند. و دوم، می گوییم که الله سبحانه و تعالی بر همه چیز قادر است. قادر است که یک مخلوق را چیز از نور خلق بسازد. در نزد پروردگار این عاجز نیست. الله سبحانه و تعالی قادر است که از هیچ چیز را پیدا بکند. چگونه که در روز قیامت موت را، مرگ را میارند به صورت یک گوسپند که در آنجا ذبح کرده می شود. به اهل نار ندا کرده می شود و اهل جنت ندا کرده می شود. آیا این را میشناسید؟ میگویم بله. پس در آن بین مردم، بین آتش و بین جنت، در آنجا قربانی کرده می شود این مرگ. الله سبحانه و تعالی بر هر چیز قادر و تواناست. بلکه اعمالهای صالح بندگان که در روز قیامت وزن کرده می شوند، در روایت این بر جسم تبدیل می یابند، تبدیل شو می دهد الله سبحانه و تعالی، وزن کرده می شوند. انسان، خود انسان وزن کرده می شود، چگونه که در حدیث ذکر شده است. و قدرت الله سبحانه و تعالی فوق بالای عقلهای ما و شماست که بر آن ما تصوری ما بر آن نمیگیرد.
و الله سبحانه و تعالی با بهترین حال و بهترین کمال عبادت میکنند و اطاعت فرمانبرداریش میکنند. الله میفرماید لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. از عبادت پروردگار سرکشی نمی کنند، سرکش نیستند و در عبادت الله سبحانه و تعالی مانده هم نمی شوند. پروردگار را تسبیح می گویند شب و روز و سستی در این نمی کنند. با جسمشان مشغولی عبادت الله سبحانه و تعالی و ذکر او قرار گرفتند و سرکشی نکردند. چگونه که الله می فرماید ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. آن کسانی که در نزد پروردگار هستند از عبادت الله سبحانه و تعالی روی نمی آرند، سرکشی نمی کنند و عبادت را کم و ناقص نمی کنند. یسبحون اللیل والنهار لا یفترون. الله اکبر. لیل، شب، تمام شب را با عبادت پروردگار و تمام روز را همچنین همیشه در ذکر و یاد پروردگار هستند. همیشه الله را ذکر میکنند، یاد میکنند، تسبیح میگویند شب و روز و خسته هم نمیگردند. مستمر بر دوام در تمام هر لحظه و هر ثانیه تسبیح پروردگار را میگویند. سبحانك اللهم و بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.